روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 19 ینور شما را به دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی دعوت میکنیم. امروز خبر زیاد است و این است اسم چند از موضوعهای نشری برنامه. امام علی رحمان امر داده است که دهها دادستان و مفتش و افسران میلیسا را از کار رانند. پرزیدنت را کدام کاری آنها به خشم آورد؟ رسانه‌های روسی ادعا دارند که افراطگرایان تاجیکستانی به غزه رفته در جنگ ضد اسرائیل به حماس کمک میکنند. واقعا همچنین است؟ در دوشنبه مرافعه دادگاهی 3 ژوئیه شناخته تاجیک و مؤلفان کتاب حوادث روزگار من پشت درهای بسته شروع شد. چنین حالت‌ها باعث زیر شبهه بردن مشروعیت حکم اعلان شده نیز می‌گردد. و از جلسه شورای امنیتی ملی تاجیکستان شروع میکنیم که امروز تحت ریاست پرزیدنت تاجیکستان صورت گرفت. امام علی رحمان در این جلسه مقامات قدرتی ولایت ختلان را برای بی‌مسئولیتی در پیشگیری از تروریسم و اکستریمیسم و کروپسیا سخت انتقاد کرده. سپارش داده است که بسیاری ها از کار برکنار شوند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. رئیس جمهور امام علی رحمان در این جلسه با تنقید سخت کار مقامات انتظامی امر داده است که 10 نفر آنها برای بی‌صلاحیتی از کار رانده شوند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 19 ینور گفت در جلسه شورای امنیتی ملی کم سوادی و ناعهده‌برای مقامات در اجرای وظیفه رشوه‌خوری و قاچاق هروئین و افیون و تریاک مشغول شدن تعدادی از کارمندان دولتی قبول افراد نالایق به کار بررسی شده است. امام علی رحمان به خصوص کار نیات‌های انتظامی در ختلان را سخت تنقید کرده و همانجا دستور داده است سرداران ریاست کارهای داخلی ختلان و 10 رهبر و معاونان آنها در ناحیه‌های ولایت از کار رانده شوند و به جای آنها افراد دیگر بیایند. ظاهراً حادثه‌های پرسر و صدای سال گذشته در ختلان و خصوص در کلاب سبب شده است که به یک بارگی تعداد زیادی رهبران منطقوی وزارت امور داخلی و دادستانی تنبیه بگیرند. یکی از این حادثه‌ها اعتراض 10 نفر ساکن کلاب بود که ماه ینور سال گذشته با طلب تحقیق عادلانه مرگ یک ساکن شهر که بعد بازداشت کارمندان میلیسا فوتید تظاهرات کردند. در تاجیکستان گردهمایی اعتراضی ممنوع و یک حادثه نادر است. آتش زدن ماشین جمعه نظر سیدزاده دادستان واسه و سپس از مقامش راندن او خبر دیگری پرسر و صدا از ختلان بود. و اولی همین سال ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی در کلاب ترکید. تفتیش آن ادامه دارد و آن را کاری دستی افرادی تندرو می‌دانند. تنقید از کار نیات‌های قدرتی امنیتی و انتظامی در جلسه شورای امنیتی ملی تاجیکستان در زمان صدا می‌دهد که شکایت‌ها از کار آنها در سال‌های اخیر و سرکوب جامعه مدنی از طرف آنها بیشتر و بیشتر می‌شود. اینچنین در پی جلسه شورای امنیت امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داد تا تعداد ناظران راه و یا کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی 30% کم کرده شود. کارمندان نهاده که رانندگان اکثرا از رشوه‌ستانی و خودسری آنها شکایت میکنند. انتقاد از حکومت تاجیکستان بسیار زیاد بود که با کارمندان بازرسی اتومبیلی دستی باز داده است و هرچی خواهند میکنند و از رانندگان هر وقت خواستند رشوه میگیرند. امروز در دوشنبه مرافعه دادگاهی عبدالخلیل خالقزاده مدیر شفاخانه معروف سینا و 2 نفر دیگر ادیب معروف تاجیک عبدالقادر رستم و رهبر چاپخانه ارگراف سهراب رجبزاده شروع شد. مرافعه را دادگاه عالی تاجیکستان در بازداشتگاه پشت درهای بسته برپا میکند و معلوم نیست که سببی از چشم جامعه پنهان برگزار شدن محاکمه مؤلفان یک کتاب چی است؟ همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر سویف در این باره گزارش می‌دهند. دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده‌های مربوط به قضیه کتاب حوادث روزگار من آغاز کرد. خبرنگاران را به این مرافعه راه ندادند، اما با گفته آنهایی که در مرافعه شرکت کردند 3 نفر در کرسی عیبدار شوندگان دیده شدند. اینها مؤلف کتاب، مالک بیمارستان بین المللی ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده مدیر چاپخانه ارگراف می باشند. و طوری که مشاهده های ما نشان داد امروز بعضی از مسئولان وزارت فرهنگ، اتفاق نویسندگان تاجیکستان و بعضی از نهادهای فرهنگی با عنوان شاهد برای بررسی پرونده دعوت شده بودند. راه نیافتن رسانه ها به محاکمه پرونده پرسر و صدا رسما شرح داده نشد، ولی هنوز از دیروز گفته می شد که به خبرنگاران
اجازه حضور در مرافعه داده نخواهد شد. پس درهای بسته گذشتن محاکمه ها در چند سال اخیر تقریبا شیوه عمومی کار دادگاه ها می شود که به گفته برخی از کارشناسان ضد شرط های مهمی تامین عدالت دادگاهی است. چنین حالت ها باعث زیر شبهه بردن مشروعیت حکم اعلان شده نیز می‌گردد و همین گونه حالت ها در مجموع عدالت سعودی را در تاجیکستان کمتر میکنند و باعث نگرانی و ناراحتی نه تنها عامل‌های داخلی اینچنین خارجی نیز می‌گردد. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده 7 اوگوست سال 2023 با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محلگرایی دستگیر شده بود. آخر ماه اوگوست نویسنده و ادبیاتشناس شناخته عبدالقادر رستم نیز بازداشت شد. برخی رسانه‌های روسی اخیراً ادعا کردند که صدها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیکستان در باریکه غزه مقابل اسرائیل می‌جنگند. این خبر را بار اول اندری سیرینکا تحلیلگر روس روز 9 январ در تلگرام کانالش نشر کرد و آن به دیگر رسانه‌های روززبان کوچید. او ادعا کرده است که تاجیکان از طریق ترکیه، ایران و افغانستان به سوریه و از آنجا به غزه محاصره شده می‌رسند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و حالا کیومر سیاتو اینجا همراه ما است. کیومر سلام، این ادعا تا کجا واقعیت دارد؟ سلام خیرامان و سلام بینندگان عزیز. یک تحقیق خورده که تا این وقت ما انجام دادیم نشان داد که با احتمال زیاد این خبر اساس ندارد. ما با آناهیتا داد خدا روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اسرائیل هم صحبت داشتیم و او هم میگفت که از زبان هیچ مقام اسرائیلی این حرف را نشنیده است و در مطبوعات این کشور هم حضور جنگجویان از آسیای مرکزی در نوار غزه رسانه‌ای نشده است. غزه پیش از آغاز جنگ نیز در محاصره اسرائیل قرار داشت و تنها با مصر یک مرز کوتاه دارد. مصر چند سال پیش مرزش را با غزه با دیواری بلند بتونی و سیمخوارپیچ جدا کرد و آن را به یک منطقه کس‌ناگذر تبدیل داد. اندری سیرینکا در مطلبش سوریه را یگانه مسیری رسیدن به غزه نامیده است و اسرائیل را از سوریه اونطور که می‌دانیم بلندی های جولان جدا می‌کند و از این منطقه تا غزه زیاده از 336 کیلومتر راه است. اگر پیاده و به ایست راه روید زیاده از 2 روز ضرور میشد. اون هم باید ده‌ها شهر و محله های اسرائیل حتی پایتختش تل آویو را باید گذرید. وابسته به این مسئله ما با ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی در ترکیه که وضع را در منطقه پیگیری میکند نیز صحبت داشتیم. او هم میگفت که یگانه راهی رسیدن به غزه به واسطه مصر است، ولی به تاکید او گروه حماس با سازمان در مصر ممنوع اخوان المسلمین تمایل دارد و از این رو مصر مرزش را به غزه به حد بسته است که گذشتن از آن تقریبا ناممکن است. ادهم حیدرزاده حضور تاجیکان را در غزه به قول خودش دروغ کلان شاخدار هم نامید. کیومر، با این وجود خبری حضور تاجیکان در غزه را برخی رسانه‌های روززبان نشر کردند و بسیاری ها به این باور میکنند. سبب چی است؟ بله خیرامان، این نکته جالب است. اگرچه حضور جنگجویان تاجیک در غزه غیر واقعی به نظر می رسد، ولی حضور آنها در صف سازمان‌های تندرو در عراق و سوریه ثابت شده است. شاید همین دلیل بود که این خبر را همه مثل خبرهای گذشته پذیرفتند. ببینید سال گذشته در حمله زیارتگاه شاه چراغ شهر شیراز مقامات ایران شهروند تاجیکستان را گناهکار کردند. اینچنین مقامات ایران طراح و اجراگران حمله مرگبار روز 3 январ در شهر کرمان را نیز تاجیک نامیدند. در 2 سال آخر مقامات آلمان از بازداشت نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان با گمان تلاش عملهای تروریستی یا عضویت در سازمانهای ممنوع خبر دادند. و کیومرس، تحلیلگران سببی گرایش زیادی جوانان تاجیک در کشورهای خارجی به سازمانهای ممنوع را در صحبت با شما در چی می‌بینند؟
البته سبب‌ها را گوناگون می‌دانند. برای مثال فریدون هادیزاده تحلیلگر تاجیک که ما با او صحبت داشتیم، سبب اساسی گرایش جوانان تاجیک را به گروه‌های تندرو، بیکاری، ناامیدی و یک احساس ترس و فشار دانست. به قول هادیزاده اکثر جوان‌های تاجیک در روسیه مغزشویی می‌شوند، اون کشوری که مهاجران همیشه خود را در آنجا بیگانه احساس می‌کنند و زیر فشار و تحقیر و تعقیب هستند. بروس پانیر شارح رادیو آزادی میگوید که فشارهای روزافزون و محیط سیاسی در داخل تاجیکستان در ذهن جوانان ناامید عقیده‌های افراطگرایی را جا می‌کند، زنده می‌کند و به قول او فشار مقامات به دیگر اندیشان در تاجیکستان که بیشتر می‌شود، همین عامل در افراطی شدن جوانان نقش دارد، چون که آنها امید به زندگی خوب را از دست می‌دهند. تشکر. همکارم کیومر سیاتو درباره ادعاهای رسانه‌های روسی دایر به حضور جوانان تاجیک در جنگ غزه صحبت می‌کرد. برنامه را پی می‌گیریم. یک ساکن ولایت بادکند قرغیزستان در پیش چشم دخترش همسری خود را بوغی کرده به قتل رسانیده است. با ادعای نزدیکان زن و همیشه از سوی شوهرش لطوکوب وضعیت میشد. در پای رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان از قربانیان خشونت خواست خاموش نمانند و به نیروهای قدرتی مراجعت کنند. زرنگزی نوروز گزارش می‌دهد. تلمرزا قیزی 23 ساله در همین خانه در دهه قره‌باغ بادکند گذشته است. 6 سال پیش از اینجا او به خانه شوهر گسیل شد. حالا پیوندان در ماتم او نشستند. در پشت او یگان جای صحن نیست. سر و رویش پر از داغ‌های کبود. ظاهراً به شطه زده است. او را در پیش چشم دخترش شکنجه کرده است. ما می‌خواهیم قضیه عادلانه تحقیق شود و مرد طبق قانون جزا گیرد. ایقیز لالو ناشنوا بود. شوهرش عین مشکل را دارد. به گفته مفتشان روز 2 ینور هنگام جنجال شوهرش ایقیز را بوغی کرده کشته است. با گفته نزدیکانش ایقیز از پیش هم جبر و ستم شوهر را میکشید. سال گذشته بعد از ضرب و لط 10 روز در بیمارخانه بستری بوده است. او را سخت زده بود. از موی سرش کشیده دندانش را شکسته است. جاغ و سرش ضرب خورده بود. اگر همان وقت چاره می اندیشیدند شاید کار تا اینجا نمی رسید. وقتی ایقیز از شفاخانه جواب شد میخواست از شوهرش جدا شود، ولی مرد قسم خورد که دیگر به او دست نمی بردارد. ماه دکبر به خانه شوهر برگشت و بعد 3 روز به قتل رسانیده شد. حالا شوهری ایقیز در بازداشت است. 2 فرزندشان یتیم ماند. در جامعه قرغیزستان حالا این بحث برخاسته است که آیا ممکن بود از این فاجعه پیشگیری کرد؟ حامی حقوق ایندیرا ساوتووا باور دارد که اگر همه نهادهای مسئول وظیفه خود را درست اجرا می‌کردند، کار با فاجعه انجام نمی‌یافت. алгоритми дақиқи амал вуҷуд дорад. агар касе бо чунин ҳолат ба беморхона меояд, ҳатман бояд милиса даъват шавад, новобаста аз он ки ӯ ариза навиштааст ё не. ҳатто агар ӯ шикоят накунад ҳам, милисаҳо бояд аз чораҳои пешгирикунанда кор баранд. ин талаби қонун аст, вале ин корро намекунанд. саутова вакили дифои асел ногойбоева ҳамон зане аст ки соли гузашта шавҳараш гӯшу бинияшро бурид. тафтиш маълум кард ки шавҳар ба ӯ солҳо зулму ситам мекардааст. асел чандин бор ба милисаҳо муроҷиат кард, вале мард боздошт нашуд. ин қазияро далели дигари беҳимоя будани занон дар қирғизистон медонанд. ба қазияи ахир раиси кумитаи амният вокуниш кард. ӯ аз занони ситамдида хост ба ин ниҳод муроҷиат кунанд. ин даъват дар шабакаҳо вокунишҳои мухталифро ба миён овард. бархе гуфтанд хушунати занон дар қирғизистон ба ҳадде расидааст ки ба амнияти давлат хатар эҷод мекунад. ва хабаре барои дӯстдорони футбол. Сон Хин Мин ҳамлагари 31 солаи бошгоҳи Тоттенҳеми Англия ва дастаи мунтахаби миллии Кореяи Ҷанубӣ беҳтарин футболбози Осиё дар соли 2023 эълон шуд. ғолиб аз рӯи райдиҳии хабарнигорон ва коршиносони футболи осиёӣ аз ҷониби аъзои конфедератсияи футбол таъин шудааст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. бинандагони азиз, хабарҳои аз ин бештарро метавонед аз вебсайти озодӣ.орг дастрас намоед. ҳамчунин саҳифаҳои моро дар шабакаҳои Facebook, Instagram, TikTok ва Одноклассники пайгирӣ кунед. агар хабар ва ё аксунаворе доред бароямон фиристед. ба шумо истироҳати хуб ва худо нигаҳбони шумо.